با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. گولدا میر یعنی سابق سروزیر اسرائیل است و او حتی یکی از مؤسسان دولت اسرائیل است و زندگی خیلی جالب هم دارد. اگر شما از طریق گوگل جستجو کنید درباره این خانم کتابای زیادی پیدا میکنید، نوشتارهای زیادی پیدا میکنید، مقاله‌های زیادی پیدا میکنید. او در یک مصاحبهش خطاب به مردم میگوید که ما وقت اگر بخوایم که فرزندان ما در یک کشور امن، در یک کشور پیشرفته زندگی کنند و این کشور براشون یک سرزمینی واقعی، یک سرزمینی رفاه و یک سرزمینی باشد که ما با آینده خود امید داشته باشند و حس کنند که در یک کشور قدرتمند دارن زندگی میکنند و این کشور به یک قدرت جهانی تبدیل شود، ما باید سه کار رو در کشورمون اجرا کنیم و این سه کار نباید مثل شعار باشد، اون باید شیوه زندگی ما باشد، اون باید طرز زندگی ما باشد. و اون میگوید که اولا چیزی که او پیشنهاد میکند، میگوید پاره‌خوری رو یعنی فساد رو در کشور خیانت به وطن بدونیم. یعنی هر کسی که دست به پاره‌خوری میزند، یعنی پاره میگیرد یا دست به فساد میزند، او رو باید خائن بشناسیم و هر نسلی که از این نفری که دست به فساد زده است باید به اداره دولتی و به کارهای دولتی راه ندهیم. دوم میگوید آموزگاران، حربیان و طبیبان رو، یعنی این کسب ها رو مقدسترین کسب در کشورمون اعلام کنیم و تلاش کنیم که اینها یک جایگاه خیلی خیلی سزاوار در کشور داشته باشند. و سوم میگوید کار کردن و باز کار کردن، زیرا جز تو کسی تو رو حمایت نمی کند، بجز خودت کسی تو رو یعنی سیر نمی کند و کشورت بجز تو به کسی دیگر لازم نیست. و او میگوید که اگر این سه کار در کشور ما از یک شعار به زندگی، به شیوه زندگی تبدیل شود، ما حتما پیروز میشیم و حتما قدرتمند میشیم. و ببینید که واقعا وقتی که شما یک مطالعه فراگیر دارید و میخونید این موضوع رو و میبینید و میفهمید چرا این کشورها قدر قدرتمند هستند و میبینید که چرا این کشورها اینقدر رشد کردن و توسعه یافتند، میبینید که یک کشوری خرد امروز دارد با زبان زور، با زبان قلدری با دنیا گپ میزند. وقتی که شما مطالعه میکنید، وقتی که شما میخونید و ببینید که در همین اسرائیل وقتی که شما درباره این کشور مطالعه میکنید، میبینید که اینها برای مردم خود، برای رفاه زندگی مردم خود، برای قدرتمند شدن مردم خود چه کارهای عملی رو انجام کردن. یعنی وقتی گفتن به اون سخن عمل کردن، یعنی سخنهای اینا فقط در سطح منبر و شعار نبوده است. مطالعه این است، اندیشه کردن این است، آگاه شدن از وضع جهان این است. البته خواندن بعض شعر و داستان و حکایه هایی که یک خوشحال کننده است برای فراغت بدی ندارد، ولی اساس مطالعه، اساس خواندن باید ما را با اندیشه کردن وادار کند، ما را به دیگر اندیشی وادار کند و ما را به فکر کردن وادار کند و این میتواند مطالعه واقعی باشد. باقی صحت و سالم و سربلند و پیروز و کامگار باشید. همان گونه که ما همیشه در برنامه این شعر رو گفتیم و تکرار میکنم که بخوانیم تا سرفراز باشیم، بیاموزیم تا وارسته باشیم.